تتو یا خالکوبی تو سالهای اخیر بیش از پیش محبوب شده. آمارها نشون میده که 43% از مردم برای نشون دادن علاقه به عزیزاشون و 37% برای همراه شدن با مد روز بدنشون رو تتو میکنن. با این حال پزشکا و تتو آرتیستا میگن نقاطی از بدن وجود داره که بهتره هرگز اون قسمت‌ها رو تتو نکنید. تو این ویدیو 7 نقطه از بدن که بهتره هرگز برای تتو انتخاب نکنید رو بهتون میگم. آرنج. متخصصا تتو روی آرنج رو توصیه نمی‌کنن، چرا که تتو زدن تو این قسمت دشوار و دردناکه. علاوه بر این پوست ناحیه آرنج خیلی ضخیمه و نیاز به ضربات بیشتری داره. به این معنی که تتو آرتیست باید زمان بیشتری رو با سوزن و دستگاه تتو در آرنج مصرف کنه. احتمال زیادی هم وجود داره که اگه آرنجتون رو بعد از تتو چرب نگه ندارید، خالکوبیتون به سرعت محو بشه. زیر بغل یکی از دردناکترین مکانها برای خالکوبیه. درد تتو زیر بغل میتونه بسیار شدید باشه و احتمالاً این روند براتون غیر قابل تحمل هستش. پشت زانو. ناحیه پشت زانوها بسیار حساسه و رگ‌های عصبی زیادی داره. در نتیجه هر بار که تتو آرتیست سوزن دستگاه رو تو این قسمت فرو میکنه، ممکنه به شدت احساس ناراحتی کنید. آخر ویدیو یه نموداری آوردم، حتما قبل از اینکه تتو بزنید این نمودار رو ببینید تا بفهمید اون قسمتی که میخواید تتو بزنید اوکیه یا خطرناکه. دست و انگشتا مکان‌های پرطرفداری برای خالکوبی هستند، اما کارشناسا میگن اولا تتو روی دستا و انگشتا توصیه نمیشه، چرا که این دو قسمت عموما مناطق بازن و قرار گرفتن در معرض نور خورشیدی روی تتو تاثیر زیادی میذاره و میتونه باعث محو شدن تتو بشه. به علاوه تتو روی انگشتا اغلب به محض بهبودی محو میشه. قفسه سینه. مطمئنا تتو روی قفسه سینه میتونه ظاهر زیبایی داشته باشه، اما درد خالکوبی روی قفسه سینه خیلی زیاده و بعد از زیر بغل در رتبه دوم قرار داره. از طرفی اگه خانوما مجبور به پوشیدن سوتین باشن، پوست آن قسمت دائما تحریک میشه و در نتیجه بسیار دیرتر خوب میشه. صورت. علاوه بر پوست حساس و وجود زیادی از رگ‌های عصبی در این قسمت، تتو آرتیستا میگن که تتو روی صورت تنها برای 2 تا 3 سال تضمین شده. اما اگه اصرار دارید که روی صورتتون تتو داشته باشید، استفاده روزانه از ضد آفتاب رو فراموش نکنید. مچ و ساق پا. اطراف مچ و ساق پا به راحتی به وسیله کفش و جوراب ساییده میشه و به همین دلیل تتو میتونه به سرعت رنگش رو از دست بده. این قسمت از نظر درد تقریبا همرده با قفسه سینه حساب میشه. اینم نموداری که بهتون گفتم، قسمتایی که قرمز رنگه یعنی خیلی دردناکه و قسمت‌های نارنجی و زرد حساسیت کمتری داره و قسمت‌هایی هم که آبی رنگه بدون درده. توی کامنت ها بهم بگید شما بدنتون رو تتو زدید و اگه این کارو کردید از تصمیمتون پشیمونید یا بازم دوست دارید که این کارو تجربه کنید. لایک کردن ویدیو و سابسکرایب کردن کانالم فراموش نکنید.